توی این ویدیو میخوام 4 تا از خوش رنگ ترین رژای نودی که داشتم و براتون تست کنم. اولی شماره L08 که یکی از خوش رنگ ترین رژای نودیه که داشتم واقعا. و اگه سبک آمرا رو دوست داشته باشید میتونید رنگ تیره رو دور لبتون کار کنید و اینو وسط لب و مرز بینشون رو کاملا محو کنید، خیلی شیک میشه. و رژ بعدی شماره L11 یه رنگ خیلی متفاوتی داره، نه قهوه‌ای نه کرمیه و با یه میکاپ مونوکروم به نظرم خیلی باید جذاب باشه. و رژ لب بعدی شماره L10. اگه رنگای آجوری و قهوه‌ای و نارنجی رو دوست داری، این دقیقاً از اون رنگاست که ترکیب این سه تاست و با لباسای سبز یا حتی کرمی میتونه انتخاب خیلی مناسبی باشه. و رژ آخرم شماره L09 که این رنگ تقریباً بین رنگ L11 و L10. و تمام. حالا به نظر شما کدوم یکی از این رنگا خیلی خاص تر بود؟